سلام خدمت همه عزیزان. امروز تصمیم گرفتم راجع به یک موضوع خیلی ساده و در این حال بسیار مهم در بحث بیمه خانه باتون صحبت کنم. خیلی از عزیزان وقتی به یک منزل مسکونی نقل مکان میکنن، طبیعتاً براش یک بیمه نامه استاندارد با یک پوشش کافی تهیه میکنن و فکر میکنن خب دیگه همه چی تمومه، در حالی که از نظر بیمه این تازه شروع داستانه. چرا؟ چون شما ممکنه به مرور زمان سبک زندگیتون رو تغییر بدین و امکاناتی به منزل اضافه کنین، ولی یادتون میره که اینو حتما باید به شرکت‌های بیمه اطلاع رسانی بکنین. همچنان که در این اسکرین من چند مثال رو آوردم و عموما این در طول زمان اتفاق میفته، شماها باید خیلی خیلی حواستون باشه که در بحث بیمه خانه شرکت‌های بیمه ریسک رو در ابتدا بر اساس چیزی که وجود داشته اندازه‌گیری کردن. مثلا اگر شما در سال دوم در اثر حالا به هر حال تغییرات سبک زندگی تصمیم میگیرین بیسمنت رو بازسازی کنین و به فضای خونه اضافه کنین، این حتما باید به شرکت بیمه اطلاع رسانی بشه. چرا؟ چون شرکت بیمه فضایی رو که در ابتدای کار ارزیابی کرده و ریسکش رو خریداری کردین شما و پرمیوم براش پرداخت میکنین، یک فضای مشخصی بوده. در اون به فرض بیسمنت به عنوان یک فضای مسکونی یا اکستندد به فضای خانه در نظر گرفته نشده بود. اگر شما در فضای بیسمنت فرض کن آشپزخونه دایر کنین و اونجا خدای نکرده اتفاقی بیفته و کل ساختمان آسیب ببینه، در شرایط کلم چه اتفاقی میفته؟ بدیهیه که شرکت‌های بیمه روی این موضوع بسیار حساس خواهند بود، چون شما موظف بودین این تغییر رو به شرکت بیمه اطلاع رسانی کنین و اونها در بیمه نامه شما مجددا اینو بررسی کنن، بازبینی کنن و شرایط جدیدی رو برای شما در نظر بگیرن و ریسک شما رو کامل پوشش بدن. یا به مثال‌های خیلی ساده در فرض کنید شما تصمیم میگیرین یک حیوانی رو بیارین بر منزل، یک سگ خوشگلی مثلا فرض کنین به فضای خونتون اضافه بشه، برای بچه‌ها در حیاط یه ترامپولین اضافه کنین. شرکت‌های بیمه زمانی که در ابتدا دارین بیمه نامه رو تهیه می‌کنین ازتون میپرسن آیا شما یه حیوان خانگی دارید؟ آیا مثلا ترامپولین در فضای حیاط نصب شده؟ چرا؟ چون این مسئولیت در شرکت بیمه ایجاد خواهد کرد، برای شما در واقع مسئولیت ایجاد خواهد کرد. اگر خدای نکرده یه بچه همسایه دوستی آشنایی بیاد و از این ترامپولین استفاده کنه و آسیب ببینه، مسئولیت پاسخگویی اون در اون بیمه نامه با کیه؟ آیا شما اینو به شرکت بیمه اطلاع رسانی کردین؟ اگر خدای نکرده حیوان خانگی شما کسی رو آسیب برسونه و مورد شکایت واقع بشین، آیا شرکت بیمه اون مسئولیت رو پوشش میده؟ شما مگه اطلاع رسانی کرده بودید؟ خیلی مهمه. بعضا اینها از چشم ما دور میمونه ولی برای شرکت‌های بیمه تغییر محسوب میشه. یا حتی شما فرض کنید به آشپزخونه خونه خودتون رو بازسازی میکنین، تجهیزاتش رو رینوویت میکنین، عوض میکنین، جابجا میکنین بعد از چند سال و اون وقته که ممکنه ارزش در واقع وسیله‌ای که تو خونه دارین تغییر کرده باشه، باید به شرکت بیمه اطلاع بدین، چون ممکنه ارزش وسیله‌ای که در ابتدا به شرکت بیمه اعلام کردین با چیزی که الان اضافه کردین متفاوت باشه، لذا در زمان کلیم ممکنه دچار مشکل بشین. یک موضوع خیلی مهم دیگه اینه که به مرور زمان شما ممکنه تصمیم بگیرین یه مدتی برین مسافرت و خونه‌تون خالی میمونه. شرکت‌های بیمه خونه‌های خالی رو بیمه نمی‌کنن و اگر شما تو بیمه نامتون تصمیم گرفته باشین به فرض یک مسافرتی انجام بدین، باید در بیمه نامه فعلیتون اینو به شرکت بیمه اطلاع بدین، از طریق بروکر هماهنگی بکنین که به فرض این منزل مدت 3 ماه 6 ماه این خالی خواهد بود. اون وقت حتی 1 ماه اون وقت هست که اون وقت شرایط بیمه نامه متفاوت میشه، تغییراتی در واقع بیمه نامتون ایجاد میشه، الحاقیه‌ای زده میشه و شما پوشش مورد نیازتون رو دریافت خواهید کرد. ولی اگه خدایی نکرده اطلاع رسانی نکنید و در زمان عدم حضور شما اتفاقی بیفته، اون وقت در بحث بیمه باز هم دچار مشکل خواهید شد. خیلی خیلی مهمه بدونین که بیمه یک موضوع کاملا زنده هست. یعنی شما باید در همه شرایط و تحت هر شرایطی تغییرات لازم رو خیلی زود و به موقع از طریق بروکر به شرکت‌های بیمه اطلاع رسانی کنید. خیلی از مشکلات بیمه خونه بعد از خرید پالیسی شروع میشه، نه به خاطر نبود بیمه بلکه به خاطر بروز نبودنش. بازسازی، تکمیل زیرزمین، افزایش ارزش خونه خالی در سفر طولانی، اضافه کردن سگ، استخر، ترامپولین یا حتی کار کردن از تو خونه، اینا باید به شرکت بیمه اطلاع رسانی بشه. بیمه یه قرارداد زنده است. هر وقت شرایط خونه یا سبک زندگی شما تغییر کرد،
حتما باید پالیسیتون مجدد بررسی بشه. خیلی متشکرم.